اگه بهت بگم مردی که امروز یکی از ثروتمندترین آدم‌های دنیاست 2 بار تا مرز ورشکستگی کامل پیش رفته، باور می‌کنی؟ در سال 2008 هر دو شرکتش در آستانه سقوط بود. سرمایه‌گذارها عقب کشیده بودن و اون قبل از اینکه اسمش با شرکت‌هایی مثل اسپیس ایکس و تسلا شناخته بشه تقریباً همه ثروتش رو از دست داد و خیلی‌ها فکر می‌کردند کارش تمومه. اما به جای عقب نشینی تمام پولی که داشت رو دوباره وارد بازی کرد. روی یک شرط: آینده. ایلان ماسک، دورگه آفریقای جنوبی و کانادایی که به جای بازی با همبازیاش کتاب خوندن رو انتخاب کرد. در 10 سالگی برنامه نویسی رو یاد گرفت و با فروش بازی‌های کامپیوتریش مبلغ $500 به دست آورد. سالها بعد شرکت پیپل رو تأسیس کرد و با $165 میلیون یکی از بزرگترین سهامدارهای این شرکت شد. مردی که امروز اولین تریلیونر جهانه، روزی فاضلاب تمیز می‌کرد. اون صنعت خودرو و فضانوردی رو تغییر داده و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکاست. چیزی که ایلان ماسک رو متفاوت کرد فقط ایده هاش نبود، جاه طلبی بدون حد و مرز بود.